موراو 20 سال دارد این پهلوان ژاپنی. 1-1 هستند. حساب را من اکنون میکشم. آخران مراتب کامرانشاه در کنداو او را شکست داده بود و او 1 مرتبه کامرانشاه اوستاپیریا را شکست داده است. فقط باید ماندم که در اینجا برای ما مشکلی پیش نیاید. در گران پری زاگرب حالا نبرد است. ببینید کامرانشاه اوستاپیریان از سمت راست و موراو باشد. یک وزر اینجا به سود موراو سانشیرو بود. اینجا اشتباه خود کامرانشاه بود که در این حالت افتید، اما به هر حال امکانیات هست دادن. امید هنوز هم شعله‌ور است. موراو سانشیرو حالا کوشش دارد که طریق گریبان رقیب را باقی کند. حتی حالت اسای کامی یا لدادن دست پای را کامرانشاه داشته است و داور هم استید نمیگوید. اکنون داور مته گفت این مته برای کامرانشاه اکنون امکانیت بسیار کلان است. حالا با فکرم موراو سانشیرو کمی لد برداشته است. موراو سانشیرو در قهرمانی جهانی نوجوانان نایب قهرمان محسوب می شود. 20 سال دارد این پهلوان نوکک. اگر بگویم میان کلان سالان قدر سالی که نیست و کامرانشاه اوستاپیریان باشد دستاوردهایش خیلی زیاد هستند. مخصوصا 2 مرتبه قهرمانی آسیا را با نشان طلا جانباز کرده است. سال 2016 و سال 2017 هم پای هم و 3 مرتبه با گرفتن نشان طلایی گران پری، یک سال 2014 2017 و 18. درخش کامرانشاه سال 2017 و 18 بسیار هم به اوج اعلی رسیده بود. خب حالا اکنون ادامه رقابت باید کامرانشاه جبران کند وگرنه با این وضع کمی کامرانشاه را مشکلی آمده است. ببینید اکنون بسیار هجوم های امید بخش دارد کامرانشاه. به هر حال رقیبیان بسیار احتیاطکارانه گفتین میگیرد. با همون اشتباهی که بود دوباره برای کامرانشاه و همین اشتباه این وضع آورد. وزر همین طریق اپان موراو سانشیرو این دویم باره بود که همین شکلی ها روش کامرانشاه شکست خورد و متاسفانه از نبرد نوبتی محروم می شود. در وزن تا 90 کیلو موراو سانشیرو اینجا به دور منبع